اگه یه شب اسنپ گرفتی آشیا ولی دیدی قیافه راننده آشنا نیست، باید زود سفر رو لغو کنی. ولی اگه قبلش راننده بهت رسیده بود، چاره‌ای جز سوار شدن نداری و باید برای نجات این کارا رو انجام بدی. تو مسیر اصلا باهاش صحبت نکن. اون منتظره یه بهونه است تا تو رو به مقصد نبره. اگه برگشت و بهت خیره شد، سرتو بنداز پایین و تو چشماش نگاه نکن. نباید پیام‌های ناشناسه گوشیت رو باز کنی یا جواب بدی. اگه بهت گفت میخوای از مسیر میان بری، فقط بگو عجله ندارم. مطمئن باش نمیخوای بدونی مسیر میان برد کجاست. به صداهایی که از صندوق عقب میاد واکنش نشون نده. اون صدای مسافر قبلی که قانونا رو رعایت نکرده. اگه راننده وسط راه یهو توقف کرد و گفت رسیدی، نباید از ماشین پیاده شی. چشماتو ببند و 3 بار بگو اینجا مقصد من نیست. وقتی چشمات رو باز کنی دوباره راه میفته. یادت نره وقتی رسیدی قبل از پیاده شدن حتما بهش امتیاز کامل بده. وگرنه دره ماشین باز نمیشه و اونجا گیر میفتی. موفق باشی.